بانک آینده گرفته به خودش وام داده، به رئیس خودش وام داده، رفته یه زمینی خریده، یه چیزی ساخته به نام ایران مال. وام از کجا آورده؟ استقراض از بانک مرکزی، پول چاپ شده. شما میخواید بگید نقدینگی چرا انقدر گنده شد، چرا کثیف بود؟ چرا رفته بانک مرکزی؟ حالا به هر طریقی، ما دیگه جرئت نمیکنیم بگیم به چه طریقی، ما میدونیم ولی جرئت نمیکنیم بگیم. رفته پول قرض کرده، وام داده به آقا رفته ایران مال ساخته، آمده با 5 برابر قیمت بفروشه به خود بانک، طلبکار شده از بانک. این در اقتصاد مالسازی ما در طی، چرا این همه مال در تهران ساخته شده همین تو خالی؟ اجازه بدید من کسی بودجه رو سوال کردم بهتون بگم دیگه. آقا 100,000 میلیارد تومان فقط تو یه فقره همین آقای همتی که غلام حلقه به گوش این جریان بود ماها ایستاد امضا نکرد این معامله رو. گفت من به عنوان رئیس بانک مرکزی امضا نمی‌کنم اینو، خدا پدرش بیاد. 100,000 میلیارد چند تا بشکه نفت میشه؟ 570,000 میلیارد تومان یکی از بانک‌های خصوصی، اینو چون 11 بار من کشیدن دادگاه. اجازه بفرمایید 570,000 میلیارد تومان فقط به زیر مجموعه خودش وام داده. آقا بشینید این پولا رو بذارید